بعضی وقتا هستش که آدم به خاطر یه شعر بهای خیلی سخت و یا خیلی سنگینی باید بپردازه. اون بها چیه؟ من یادم یه بچه 18 ساله بودم، رفتم خدمت، افتادم سپاه، نیروی دوره آموزشی 67 اقلید بودم که همون موقع هم پاسدارا میگفتن شما گندترین دوره آموزشی هستید که از اول انقلاب تا امروز از گندترین دوره شما هستید. من 3 روز خدمت بودم، عذر میخوام، رفتم دشویی با دلی پر از ناامیدی. در دشویی بستم، نشستم، پشت در یه شعر نوشته شده بود: چون میگذرد غمی نیست، اما تا بگذرد کسی نیست. این شعر من نفهمیدم. گذشت و 6 ماه بعد، یعنی گذشت، خدمت من تموم شد، 6 ماه از خدمتم گذشت، یا به خودم اومدم رسیدم به اون شعر. گفت چون میگذرد غمی نیست، گذشت، خدمت من تموم شد، اما چون بگذرد کسی نیست. اون چه رفیق دوره آموزشی یا تو طول خدمت بعد آموزشی باشون رفیق شده بودم، اکثرا مرده بودن. بعضی وقتا یه شعری هستش هزینه‌اش خیلی سنگین تا بخوای به درک و فهمش برسی. این شعر واسه من خیلی سنگین بود: چون میگذرد غمی نیست، اما چون بگذرد کسی نیست.